زنهای تیپ آتنا زنهایی هستن که صبح زود از خونه میزنن بیرون برای کار، برای تحصیل و میجنگن تا بتونن استقلال فردی و شخصی خودشون رو به دست بیارن. واقعیت اینه که زیر سایه استقلاله که میشه رشد کرد، بزرگ شد، توسعه پیدا کرد و داشتن آرکیتایپ آتنا میتونه یک فرصت غنیمت باشه برای هر زنی که بتونه در واقع همونطور که گفتم انسان مستقل و قدرتمندی باشه. اگر هم نیست، نه که نیست، قابلیتش در همه ما هست، اما اگر فکر میکنید که در شما ضعیفه و آرکیتایپ های دیگه مثل پرسفون یا اونایی که آسیب پذیرن در واقع در شما فعاله، میتونید روی آتنای درونتون کار کنید.